خوانده ای ما زنبورخچینی نام دارد. فراناز و فرخونده فرزینجان و فرائید رفتن آنها به جنگل، صحبت کنان و خندان سبد بیچیدن زنبورهای کلان. ناگاه خرسک را دیدند و زود ترسیدن. سبدها را پرتافته به 4 طرف دویده، سبدها را گرفته خرسک ببرد به خانه. بچه ها ترسان و حیران در سایه ای درختان از زنبورها ماند نشستند زار و نالان. از حالشان شد پرسان زنبورکی مهربان، رفت بگو به خرسک جورجان کارت خطا. رنجاندی دوستانم را سبدهایشان، برگردان دوستانم را کن خندان، هم دلهایشان کن خوشحال. ورنندی هم اصل به بچه های دیگر، زود بیداد خرسک سبد به بچه های به یک. بچه ها سرود خوانان سبد گرفته به دست، خوشحال و هم خندان رفتن به خانه هایشون. کتابچه خوانده ای ما طاووس و نام دارد. من طاووسم پرنده در زیبایی ازنده، این هم زاغکی داناست لک سر و هم رو سیاست. طاووس بگفت به زاغک یک موزه در پای توست، زیبی لباسی خوش روست، آن هم اطلس زرهاست. درها موزه ات را کش در پوشیدن موزه، غلط کردم هر دو. زاغ جواب داد این طور نیست، غلط در دیگر چیز است، خیلت‌های بدن است، زیبی موزه من است. میشونید بحثی آنها یک سرپوشتک دانا، نکنن مناقشه بگفت سرپوشت آیسته. نداده است به یک کس خدا زمام مراد، از این رو این پند را همیشه گیرد در یاد. بردن حسد از حالی کسان طور خرد نیست، این حال که از طور خرد دور نباشید. از خلق طمع همچو حسد مایه رنج است، بکسید طمع از خلق که رنجور نباشید. کتابچه خونده ما سنگپوش کژدم و سنگپوش نام دارد. کژدم و سنگپوش هستند قهرمان این کتاب، بدی نکند دستان نگویم من با خطاب. کژدم بخواست گذرد از یک جباری کلان، به هر سوی میدوید سرسان و هم سرگردان. بیسوخت دیلکی سنگپوش او را سوار کرد بر پوست، میرفت به پی با شتاب تا گذر را ندهد از آب. ناگاه ایست کرد او در پوست، کاکاوی کژدم بایست رها سوار کرد از او. چرا چنین دارد او؟ کژدم جواب داد در حال نش میزنم در هر حال. خواه باشد بر پشت دوست، خواه باشد بر پشت دشمن. سنگپوش بشد در غضب زود تگی آب غوطه زد، کژدم را برد آب سنگپوش خود را داد نجات. کتابچه خوانده ما 3 ماهی نام دارد. در آب حنا میکردند 3 ماهیچه طلا، ماهیگیران دیدند درون کوه آنها را. یکی هم بود عاقل، دیگر کم عقل، سیومشان بود جاهل. در حال عاقل بفهمید نیت ماهیگیران، زودتر میباید برفت او تاکید کرد به دوستان. لیکن کم عقل و جاهل گوش نکردند به عاقل، دوام دادن بازی را از دوستان اشر دوتا. چون دید ماهی کم عقل شاگردان در ساحل، از کرده شد پشیمان دیده در آب تو رهشان. خود را بکرد وانمود گویا که علم مرده بود. کتابچه خوانده ما موش مخرور نام دارد. باره موشکی مخرور و میخورد با اشتور، در حال گرفت آن موشک در دست و جام اشتور. گفت آن موشکی مخرور رهنما هستم با اشتور، ناگاه از پیش آنها دریاچه برآمد. این حالت را دیده آواز موش سر آمد. اشتر بگفت به موشک مرا بودی هم سفر،
گشاده بود. دید از یک سوی سیاهی نمایان بشد. از دور آمد و دید سگی و گرگی مغرور. آنها رفتار میکردند چون دوستانی جانی. ربابی دید این حال حیران بشد در حال. زیرکانه سلام داد یک جهانم سؤال داد. سبب دوستیتان چی؟ باعث امنیت کی؟ چرا کرده جمعیت که گشت مبدل کینه به مهری نوین و دوستانه؟ سگ بگفتا بر رباب سبب دوستی ما هست دشمنی چوپان، دشمنی گرگ و چوپان. گوش کنتان دوستان نقل میکنم این زمان. دو روز این گرگی رفیق حمله بکرد بر رمه. با جنگ آورد او در حال ببرد از رمه پره. از پسش دویدند و یک به نصیب برگشتند. آنگاه چوپان توپ دستش را از میان بر سر از زد چنان دیلکش را او رنجان. با دشمنش پیوستند دوستی از او گسستند. پس نباید دوستان دوست جانده رنجان. ندیهد از دست دوستان از دنیا با دوستان گلستان.
کتاب همه روشن زیبا مثل گوشا سانچه کتاب را دوست داره. من کتابم من کتاب حکمتی من به حساب من کتابم من کتاب حکمتی من به حساب من کتابم من کتاب میرم من باشی تو من کتابم من دوگانه جان دوگانه جان با کجا اینقدر کتاب داری؟ من با کتابخانه میروم در آنجا کتاب دوست دارم مرا انتظارم من هم به آنجا رفته ایستادم بیا همراه رویم مایلش بیا ما کتاب میرویم ما باشی تو Semitka Daviovača, Semitka Daviovača, Semitka. از کجا یک ورقه یک کتاب بیابم و حلیماش ما یکم کتابی در کار نداره سلافان خرم پول در کار از کجا یابم و انا یک کتابی نپانه لیفتم ایش نمو سمیتکا هایم رو ما کتاب میرویم ما باشی تو و دوگانه جان با تو چی شد؟ دوگانه ها از من نپرسه من به دست یک بچه به ادب افتیدم او خواندن را دوست نمیداشت ورقهایم را در آن برایم خط کشید آن سمیتکا فروش ورقهایم را در آن سمیتکاهایش را فروختنی بود من از آن جانم را گرفته گریختم دوگانه جان تو زیر نشب یا همراه ما به کتابخانه میرویم در آنجا کتاب دوست دارم تو رو تعمیر بکنم ما کتاب میرویم ما باشی تو السلام همسر جان چخیلی نقدی سازی تو چخیلی من هم سازم علاوی داری خمیر داری لیکن علاوی ندارم حاضر همینجا را کافته یگان کتاب ورقه میابه انا همسر جان یک کتاب یافتم بیا میدارنه نامه ما پذیر یادیدی هه ما کتاب میرویم ما باشی تو و دوگانه جان با تو چی شد؟ از حالی من نپرسید من به دست یک دخترک به آداب افتیدم و خواندن را دوست نمیداشت ها انا دو زنک میخواستند که من را علو کنند من از آنها گریختم دوگانه جان تو زیق نشه بیا همراه ما به کتابخانه رویم در آنجا کتاب دوستداران را تعمیر میکنند ما کتاب میرویم ما باشی تو ما کتاب میرویم ما باشی تو السلام خاله جان سلام کتابچه ها خاله جان ما از راه دو کتابچه یافتیم یک تش درگی و دیگرش سوختگی دلمون به آنها سوخت خواستیم که آنها را به کتابخانه بیاریم کتاب دوستداران آنها را تعمیر کنند آفرین کتابچه ها شما کار خوب کردید حاضر کتاب دوستداران می آیند آنها را تعمیر میکنند خیلی لباسهایمان زیبا شد اندین خیره که در بین خوانندگان کتاب دوستداران هم بودند بچه های عزیز کتاب عزیزترین و پسندیده ترین گنجینه الهی همدم دلها و بخشنده معرفت و تفکر والله بزرگترین تعرین طبیبی دردهای معنوی انسان کتاب است علت جسمانی ما را طبیب دوا میبخشد علت معنوی ما را کتاب هر قدر کتاب خونی همان قدر محیط
شنیدی همسر جان؟ کتاب را در حقیقت ما نه در آن احتیاط کنه. راست گفتی همسایه جان. من هم کتاری خودم را فهمیدم. کی مرو من کتاب حکمتی من به حساب.
برنامه آماده نموده خوانندگان ما در وصف کتاب. حالا نباشم سخن تبریکاتی رو به جانشین تربیوی این گیمنازیا معلم فیض‌الله بگیم. مرحمت. والدین عزیز، یک بار دیگر سلام علیکم. همه شما رو خوشآمدید میگیم. باز دیگر وقتی که بعضی معلمای گیمنازیا بار اول وقتی که وارد گیمنازیا شدن معلمای ارمت و از ما بعضی سوال پرسیدن معلمای نو آمده است از کجا باشد چطور کار میکنند. همین بعضی معلمای جوان من گفتم وقتی که وارد اینجا شد با درس، با تعلیل درس، با علاقه‌مندی من بین آنها امیدوارم در راه خود باید کی بدانی و نشناسید. چون که معلمای ارمت آرمان زیاده از 20 سال شد نشناسم. در مکتب 48 کار میکردیم. خوشبختانه با معلمایی که در اون کار میکردن در یک جایی در این مکتب ما تجربه خویش را دوام داده ایستادیم. یعنی به همون معلمان من فکر کردم این اثبات اون است. اکثریت مردم اهل نشست که شما اینا در همین گفتگوی من شاید راضی میشوید در مکتب 48 هم بود. اون ثبتا اون چیزایی که در فرزندای ما و شما هست از اون ایام است. حتی فرزندی من هم همیشه کس درس رو بگه. یعنی الان دولت معلمان رو باور دادم. لیکن ما در یک جایی یک درسی عجایب تماشا کردیم بیا که یک صحنه تئاتر بود. من یک جواب تشکر بیان میکنم با اهمی والدینی که همین معلمان را دستگیری میکنه و در عموم گیمنازیا را دستگیری میکنه. چون که برای یک آرایش دادن صحنه، برای اینقدر لباس یگانه، اینقدر خیر تربیه و منم تیار کردن کودک وظیفه ایوه است. لیکن شما یک جای شده شما با تشکر زیاد که همین چیزا